فکر کنم میدونه که جلوتر دریای بقران نیستش که از این جلوتر بریم. نه مثل اینکه نمیدونه جلوتر دریای بقران جلوتر نریم. یعنی مجبور خودمون جمع کنیم که این ولش چه سالم ده. یعنی اگه 1% فکر میکنین که منظره به مال خوش بگذره واقعا فکر اشتباهیه. حتما یه بار تجربه کنین این فلاکت رو. امروز قراره بریم پارک ملی بوجا که بعد از 2 روز که مرتضی و رضا رفتن جنگل، امروز قرار خانم جان رو ببره بیرون. 2 ساعت رفتیم جنگل، اومدیم دارن بند قصد دیگه رو به دورا 12 ماشین رفته دلش ندارن. ببینیم با هم دیگه چجوریه. آخرش قشنگه، از این کلیپ آخرش قشنگه. پارک ملی بوجا والا من نرفتم تا حالا، ولی میگن که از پارک‌های قشنگه و امروز قراره که یکی از آشناهای خوب بردخ خانم ما رو داره میبره اونجا توی کار آفرود اینجور چیزاست. مسیرش هم از سمت زیبا کنار انزلی ما داریم میریم. خدا این سنگ فرشه هم یه تیکه، آره نمیدونم بهش رسیدیم یا نه. میارزه به کل مسیر خاکی که اومدی. نه مثل اینکه رسیدیم دیگه. شن دریا رو میشه دید کم کم. بچه‌ها سابسکرایب کنین. بچه مرداب قشنگی داره اون بغل نها کن مرداب. رسیدی از مرداب چیزی؟ نه این چون چپر کردم. دوستان چپر همون در زبان گیلکی یعنی دیوار. سگ کوچولو سگ کوچولو. سلام نوکردم سبت بخیر. بچه از اینا هم داره. مردابش الان اینجا میگه. بچه نها کنیم، ما تا هیزممون رو داریم با خودمون میبریم و با اینکه شمالی هستیم و تو جنگل شمال بالاخره یه حق آب و خاک داریم، خودمون داریم هیزم با خودمون میبریم. کلا میدونید که ما چون کپی رایت میخوریم واسه همین آهنگ نذاشتیم، مثلا ببین نداره که ضبطمون رو پول نداریم بریم درست کنیم. و یه نکته دوم، وقتی بردخ خانم آفراد سوارتون بهتون میگه مسیر صافه، منظورش از صاف اینه که شیب نداره، یعنی پر از چاله چوله رو فاکتور گرفته. بچه واقعا این ور نها کن، این فاطمه این ور بگیر. بچه واقعا مسیر سرسبزیه، طالبه مثل اینکه توش قایقی نیست ولی توش لکلکه. کو لکلک؟ اونجاست لکلکی کو؟ سفید اون تهه. اگه تو ویدیو یادت میاد خداوند لکلک ها را دوست دارد؟ چه کارتون مسخره ای بود، آشغالی بود. بچه یکی اون ته هست اگه بتونیم ببینین. اون پیلگی لکلکه؟ چون گنده است؟ آره لکلکه، واقعا لکلکه. 2000 years later. انقدر این آدم طبیعت نرفتم، مثلا یه بار میام اینجا میز صندلی میبینم مثل میکنم مثلا طبیعت نیومدم. این به خدا آبا، این به خدا آب مندنی. همکنون اسب. این یاروش رفت اونجا. اصلا ایرانی جماعت بدون این نمیتونه جایی بره. توش چیه؟ خدا این بساط قلیونی که اینجا هست توی کافه ها نیست، چی باحاله، چی با کلاسه. ماشین نه خطرناکه. مثل اینکه مسئولان مخالفت کردن با محل برپایی آتیش. آدمون آورم بگیره بعدم آورم بیا فندق بزن. خودش گفته من میارم، حالا باید بیاره. طبق گفته خودش با نه کن، حرف مرد یکیه، دیدی؟ حرف مرد یکیه. وقتی میخوای بری آفرود جا نداری، فکر میکنی نمای زیما دقیقا از چه زاویه گرفته شده دوستان؟ الان بهتون میگم. الان دقیقا رو سقف ماشین نشستم من، ولی عشق بکنی واسه خودت. اینم فاطمه این پایینه، منم این بالا. یعنی ببینیم من واسه توی مدام چه بدبختی دارم میکشم براتون. خدای ببین، خدای ببین. بیا بعد میگن سایپا مطمئن نیست. البته سایپا نیست ولی خوب رفت نداره. یعنی اگه 1% فکر میکنین که من داره به مال خوش بگذره واقعا فکر اشتباهیه. به چه ولشی، چه ولشی، چه ولشی، به چه مگسی، چه مگسی، چه مگسی. چقدر مگس داریم اینجا. حتما یه بار تجربه کنین این
فلاکت رو. البته اگه همون راهنما شما رو نگیره آیا خدا چقدر ولشی، یعنی مجبور خودمون جمع کنیم که این ولشی تو 6 سالم داره. تا دقایق دیگر ثانیه های زیبا رو برای شما آرزومندیم. خاطرات محال شمال یادم بره، اون همه شور و حال شمال یادم بره. دوستان شما همکنون در حال تماشای مارخورک هستی؟ بده من اینجوری میگم اسم اصلیش چیه نمیدونم، ما میگیم لکلک کوچولو. جاتون خالی یک بوی ماهی میاد، یک بوی ماهی میاد، میخواد همینجا بالا بیاره. خب بچه از اینجا که میبینم این بنده خدا فعال که شاسی جلو رم دیگه بهتر خودم رو صفر بچسبم اینجا. فکر کنم میدونه که جلوتر دریای بقران نیستش که از این جلوتر بریم. نه مثل اینکه نمیدونه جلوتر دریای بقران جلوتر نریم. نه مثل که فهمید. نه مثل که نفهمید، مثل که نفهمید داره میره بچه ها، خدایی داره. چرا باید این خریت رو بکنم با قلامت؟ خیلی حال میده خدایی. هر لحظه که نفس بگی فکر میکنه آخریشه. نه حال میده دوباره آهنگ بذار، آهنگ درخواستی واسه دوستان. این خواهش رو تقدیم میکنم به تمام فالوبلینگ ها های عزیز، های دوست داشتنی عزیز. با خدا همه اینا خیس آبه بابا. آقا جلال آقا خیلی میکنی این بالا هوا عالیه. آخر سفر ما. خب بچه ها ما دیگه داریم برمیگردیم. پسرم هم گریهش در اومده، نمیدونم شاید گریه میکنه و دیگه واقعا تاریک شده و نمیشه بیشتر از این اینجا. امیدوارم که از ولاگم خوشتون اومده باشه. لایک، فالو، کامنت یادتون نره. سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید. منتظر ویدیوهای بیشتری هم از ما باشید.